300 میلیارد دلار داشته باشی اما مستاجر باشی. شعر عجیبیه. این کاریه که ایلان ماسک کرده. یعنی خود خری. اگه من این پولو داشتم میذاشتم بانک، ماهی ناقابل 500,000 میلیارد سود میگرفتم. زر زدم. وقتی از ایلان پرسیدن چرا همون خونه رو نخریدی، گفت ایلان گفته واسه تمرکز روی کار و تو ترافیک نموندن این کارو کرده. جدی میفرمایی؟ ایلان با اینکه نیاز مالی نداره روزی 18 ساعت کار میکنه. این وضعیت درست نیست. ایلان گفته هدف اصلیش از این کار زیاد اینه که آینده بشر رو به کلی تغییر بده. یه داستان جالب باییه. این هم قیافه منه وقتی میفهمم تا اینجا اومدی ولی هنوز لایک و سابسکرایب نکردی. لایک و سابسکرایب یادتون نره.